چیزایی که از جام جهانی 2026 یاد گرفتیم. مسی یادمون داد که گاهی لازم نیست صدای بلندی داشته باشی تا تأثیر زیادی بذاری. آدم‌ها بیشتر از حرفات رفتارت رو به یاد میارن. هالند یادمون داد که روتین زندگی و استمرار داشتن چقدر میتونه تو رو به اوج برسونه. موفقیت بیشتر از استعداد محصول عادته. رونالدو یادمون داد تنهایی نمیشه برنده شد، حتی اگر بهترین خودت رو بذاری. یادمون داد نرسیدن به نتیجه مهم نیست، مهم مسیریه که طی می‌کنی و اثریه که روی دنیا میذاری. وزینیا بهمون یاد داد که هیچ وقت برای شروع دیر نیست و تا حتی از یک جای خیلی کوچیک میتونی تبدیل به یک ستاره بشی. وینیسیوس یادمون داد گاهی مردم سنگدلانه بهت حرفای منفی میزنن، اما این تویی که باید یاد بگیری از اون حرفا عبور کنی و روی پیشرفتت کار کنی. مودریچ یادمون داد گذشته سرنوشت ما رو تعیین نمی‌کنه. اون کودکیش رو وسط جنگ گذروند، اما اجازه نداد آیندهش رو خراب کنه. همینطور یادمون داد که هیچ وقت برای نشون دادن خودت دیر نیست. اما مهمترین چیزی که جام جهانی امسال یادمون داد این بود که آدم‌ها با گرفتن جام موندگار نمیشن. با اثری که روی آدم‌ها میذارن توی ذهن‌ها ثبت میشن. حالا تو بگو، کسی هست که ازش چیزی یاد گرفته باشی؟ من میونام و اینجا برای یاد گرفتن و تغییر کردن تلاش میکنم.